وقت شما بخیر. ببینید جناب مهندس قربانی، من 2 تا سرسیلند گذاشتم روی هم که مقایسه کنیم. این سرسیل از زرینه، این سرسیلند ایورتک. این جا پیچاش با مولتی اسپیدل سوراخ شده، این یکی یعنی 10 تا جا پیچ میاد با هم، متر سنتر میخوره و فرز میخوره و کفش هم فرز میخوره توی یه مرحله، کلا یه رو بیشتر نمیشه. اینا هر یه جا پیچی 1 رو، یعنی 10 برابر کار میبره. چند مرحله ماشین کاری میشه دونه به دونه و کف این مثل آینه میمونه. ببین عکس ناخونه من پشتش پیدا، وقتی اگه یه چیزی نوشته بذارین رفرنس این پیچ مثل آینه میمونه، صاف. اما اینو نگاه کنه، ببینید ناخون که بکشین مثل سوهانه ناخون، اینا خط داره. ببینید اینا خط داره، اینو نگاه کنین مثل آینه. این مثل آینه، این مثل سوهانه ناخون. این دوتا رو ببینید تشخیص بدید، این وی. پس اینه که سرسیلند، اینه که شما میفرمایید بدون واش و پولکی رو سرسیلندرهای نو پیش با گیریس قفل بکنه، به خاطر اینکه زبری اینه تاثیر داره. سرسیلند نو الان بیشتر اینه تو بازار. حالا سرسیلند ایورتک ما هم که حالا ماشین کاریش روش کار شده، اینا دیگه نمیتونیم بیم دبرا و وقت صرفش کنیم. اگه خواستیم از این دست کارا بکنیم مثل سرسیلند زرینمون گرون در میاد، خیلی کاراش فرق میکنه. این چون زبره و چون زاویه داره، این همه نقاط این صفره، یعنی نسبت به کف سرسیلند گوشه وسط و آخر صفره، هیچ زاویه ای نداره. اما مولتی اسپیدل اینا زاویه دار میزنه، حتی اگه 5 میلی متر 10 هم زبره هم زاویه داره. وقتی زاویه داشته باشه یه گوهی ایجاد میشه. ببین من روی این قبلا کشیدم، این زاویه داره، این صافه. زاویه که داشته باشه گیر میفته. مثلا این با دستگاه مولتی اسپیدل اینجا این مدلی میشه. بذارید فیلم ویدیو بعدی با دستگاه مولتی اسپیدل میاد این زاویه دار، مثلا کجه، نه به این کجی به این قدری که من کشیدم اما شما فرض کنین یک زاویه داره، این قفل میکنه تو هم. واش و پوله که این مشکلات رو حلش هم بکنه. یکی از کارهایی که بکنه اینه که جا پیچای سرسیلند که هم زبره هم حلش میکنه. این خاطر همیشه میگن که بعضیا مشتری قدیمی میگن واش و سرسیلندهای زرین نباید رو سرسیلندهای زرین ببندیم. حالا ما رفتیم تحقیقات کردیم و دیدیم که مثلا چرا واش و سرسیلند رو زرین دیگه پیچش قفل نمیکنه، چون این هم رفرنسش براق زبری نداره، هم زاویه که این داره این نداره. اون زاویه‌ای که باعث گیر افتادن بشه بسیار گوه، اما وقتی صاف باشه رو هم سر میخوره و گیر نمیفته. البته همه مشکلات با واش و پولکی گذاشتن حل میشه و نباید بگیم که حالا مثلا با به اون شکل. من به نظرم این که شما میفرمایید سرسیلندرهای نو پیچگیر میفته، به خاطر سرسیلندهای کونه وقتی پیچ میبندن روشو باز میکنن، این یه مقداری براق‌تر میشه و از همه مهمتر زاویه گرفته میشه، یعنی چون له میکنه و اینا چه میکنه آب بندی بشه. و سرسیلندهای نو تا بیاد این زاویه 0 بشه و تا بیاد 2 تا عیب زاویه 0 بشه و تا بیاد این زبری صاف بشه، 2 تا مشکلش حل بشه. چند باری که واسه بس کردن این دفعه آب بندی بشه، دفعات بعد یا آب بندی بشه. شما واش و پولکی که بذارم و با گیریس این مشکلات حل میشه.